داغدار شدن آریانا سعید در کشور ترکیه که اصلا باورتان نمی شود. آریانا سعید چی عضوی از خانواده‌اش را از دست داده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید در کشور ترکیه فاش شده است. آریانا سعید در ترکیه مصروف چی کار باری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و محبوب در هنر موسیقی افغانستان بوده است. صدا و سیمای آریانا سعید در هنر موسیقی افغانستان با قلم زرین نوشته شده است. آریانا سعید طرفداران موسیقیش بیشمار بوده است، حتی از مرزهای افغانستان عبور کرده است. آریانا دوست دارد بیشتر اوقات برای دفاع از حقوق زنان صدایش را بلند کند. چند می شود وی در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان ساخته است و تاکنون برنامه‌های مختلف را در این نهاد مدیریت کرده است. آریانا سعید علاقمندان و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان بوده است و مثلا کنسرت‌هایش را برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می کند و یگانه هنرمندی است که کنسرت‌هایش به سطح بین‌الملل برگزار می شود و درآمد خیلی خوبی هم داشته است. وی در کشور ترکیه زندگی می کند. چند می شود در کشور ترکیه یکی از عزیزانش را از دست داده است. در سوک از دست دادن عزیزش وی مدت می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است، ولی قرار است در ترکیه برند لباسهایش را دوباره بسازد و به کارهای تجاریش مانند قبل ادامه بدهد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی با استعداد و موفق کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر، همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.